بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. تصورتون از داعش و داعشی چیه؟ قطعا یک سری تصویر اینطوری تو ذهنتون مسجل میشه، اما الان میخوایم یک تصویر جدیدی از داعش رو براتون روایت کنیم. احمد اسماعیل بصری در بیانیه 13 رجب به تمامی افرادی که بهش ایمان نیارن، ببینید، نه اینکه مثلا بر ضدش تبلیغ کنن، تناقضاتش رو بیان کنن، ردیه برش بنویسن، نه، میگوید هر آن کس که به من ایمان نیاره، نمازش، روزش، خمسش، زکاتش، همه اعمالش قابل قبول نیستند و در یک کلام جهنمی. حالا ماجرا از این وحشتناکتر هم میشه. احمد اسماعیل بصری در بیانیه براءت اعلام میکنه، میگه هر کسی که به من ایمان نیاره، جانش، مالش و ناموسش حلاله و به اتباع خودش دستور میده که میتونید به جان و مال و ناموس این افراد تعرض کنید. یه نکته هم میخواستم به اتباع احمد اسماعیل بصری عرض کنم. اگر موقعی که شما رو جذب این فرقه کردن گفتن که قرار سربازی امام زمان بکنید، بهتون دروغ گفتن. اینها اومدن که شما رو به جنگ امام زمان